این روزا توی هر کوچه و خیابونی که قدم بزنید با حجم زیادی از سالن‌های زیبایی مواجه میشید. اما خیلی جاها دیگه خدمات زیبایی و آرایشی هزینه‌هاشون از پزشکای متخصص هم بیشتر شده، مخصوصاً در تهران. ما امروز 7 از گرونترین و لوکس‌ترین سالن آرایشی‌های تهران رو بهتون معرفی می‌کنیم. آخرین گزینه متعلق به بازیگر معروف خانم نیوشا ضیغمیه. پس تا آخر ویدیو همراهمون باشید. سالن زیبایی گیوا. این سالن که یکی از آرایشگاه‌های لاکچری تهرانه توی سعادت آباد قرار داره. این سالن زیبایی خدمات متعددی از جمله خدمات اپیلاسیون، خدمات مو، ناخن و عروس رو به قیمت خیلی بالایی و البته کیفیت خیلی بالا ارائه میده. سالن زیبایی لیلی در سال 87 با مدیریت لیلا رضایی در سعادت آباد شروع به فعالیت کرد. همچنین سالن جدید لیلی در بلوار ایران زمین افتتاح شده. سالن لیلی معتقد زیبایی نوعی هماهنگی بین اجزای صورته. سالن زیبایی مریم رؤوف. سالن زیبایی خانم رؤوف در جایگاه سوم آرایشگاه‌های لاکچری تهران در سال 87 فعالیت خودش رو شروع کرده. مریم رؤوف در ابتدا مدیریت سالن رو به عهده داشت، اما کم کم قدم در مسیر میکاپ گذاشت و برای آموزش به خارج از کشور سفر کرد. با گذراندن دوره‌های میکاپ، سالن دوم خودش رو به عنوان سالن مخصوص عروس در سال 94 افتتاح کرد. همچنین بعد از مدتی هر دو سالن خودش رو ترکیب کرد و خدمات بیشتری رو ارائه داد. گفتنیه که مریم رؤوف در سال 98 آکادمی آموزشی خودش رو در زمینه زیبایی افتتاح کرد. سالن زیبایی رویال صدف. این سالن در جایگاه چهارم آرایشگاه‌های لاکچری تهران در شهرک غرب قرار داره. این مجموعه زیبایی هم مثل بقیه خدمات زیبایی مختلف مثل اپیلاسیون، مو و ناخن رو در سطح کیفی خیلی بالا و البته بسیار گرون ارائه میده. سالن زیبایی شبنم نظیف. جایگاه پنجم به سالن زیبایی شبنم نظیف واقع در سعادت آباد اختصاص پیدا میکنه. این سالن زیبایی با پرسنل با تجربهش به یکی از بهترین و لاکچری ترین سالن‌های تهران تبدیل شده. سالن زیبایی النا صمدی. این سالن در اتوبان ستاری جنوب قرار داره. سالن النا صمدی که به عروس غرب شهرت داره، با 20 سال سابقه در زمینه زیبایی تونسته خودش رو به عنوان یکی از بهترین های تهران بشناسونه. و اما آخرین گزینه کلینیک زیبایی نیوشا هست که متعلق به نیوشا ضیغمیه، بازیگر معروف، که علاوه بر خدمات آرایشی، خدمات زیبایی مثل تزریق بوتاکس و لیفت صورت و از این دست خدمات رو هم ارائه میده. شما حاضرید چقدر برای جوانتر و زیباتر شدن چهره‌تون هزینه کنید؟ یا اینکه دوست دارید چهره‌تون سیر طبیعی خودش رو طی کنه؟ البته که هر دو انتخاب کاملا قابل احترامه. خوشحال میشم نظراتتون رو توی کامنت ها بخونم.